سلام به کانال سینماگردی خوش آمدید. عزیزای، امروز درباره 3 تا از تریلرهای فیلم‌های سینمایی که در یوتیوب تازه آمده برای شما معلومات میدم که چند روزی دیگر فیلم‌هایشان در سینما میاد و چه فیلمایی هست. باید حتما ببینین این فیلم‌ها را. اولین فیلم سکندر سلمان خان هست که دیروز یوتیوب تریلرش آمده و شما برین ببینین فیلم سکندر. چه فیلمی است، فقط برید نگاه کنین. از اکشن گرفته، از داستان گرفته، از کمدی بعض صحنه‌اش داره و چی بازی کردن، چه فیلمی هست. فقط باید نگاه کنین این فیلم را. اگر یک فیلم هیجانی و فیلم اکشن دوست دارین و طرفدار سلمان خان هستین که زیادی از طرفدارایشان منتظری این صحنه ها یا منتظری این فیلمشان هسته، برین فقط نگاه بکنین. هر زمانی که این فیلم ریلیز شود شما روز بعدش در کانال تلگرام ما میتونین این فیلم برین دانلود بکنین و تماشا بکنین. دومین فیلم جت سونیدیول هست که اوش هم تریلرش تقریبا 6 ساعتی میشه که وقت ویدیو ما ثبت میکنم 6 ساعتی میشه آمده. اما چی فیلمی هست. نقش منفیش راندی بوتا یکی از بازیگرای مشهوری خود سینمای هند است که نقش مثبت هم زیاد بازی کرده هست و هم سونیدیول چی اکشنی کرده. بعد از حدود 1.5 سال میشه، کمتر بیشتر میشه که فیلمش دوباره در سینما می، همه منتظر این فیلم هستن و هر وقتی که ریلیز شوه این فیلم شما میتونین روز بعدش در کانال تلگرام ما این فیلم ببینید و هر کی فیلم اکشن دوست داره باید برید این فیلم را نگاه کنید. فیلم سومی هم فیلم امپران هست که قسمت دومی لوسیفر میشه. لوسیفر یکی از فیلم های سیاسی، یعنی بازی های سیاست مداری هست و خیلی هم لوسیفر فیلم طرفدار خیلی زیاد بود که خیلی سال میشه آمده بود و این قسمت دومش هست به نام امپران یعنی لوسیفر 2. میتونین برین این فیلم تریلرش فعلا در یوتیوب هست نگاه بکنین و همچنین میتونین این فیلم زمانی که ریلیز شوه میتونین در کانال تلگرام ما برین این فیلم تماشا بکنین. هر کس دوست داشته باشه بفهمین، اگر میخواین بفهمین که پشت پرده سیاست یا سیاست مداری چی است، برین 100% این فیلم ببینین. یا هم این فیلم هم قسمت اولش به نام لوسیفر برید ببینین و بفهمین که پشت پرده سیاست مدارا یا سیاست چی هست، چی کارایی میشه، چی کارایی میکنن. دوستان امیدوار هستم در این عرصه ما را پشتیبانی بکنین، ویدیوها را لایک بکنین، کانال ما را سابسکرایب بکنین و از تازه ترین اخبار روزی سینمای هالیوود و بالیوود باخبر شوین.